آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم. آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، شرح کتاب اصول سیگانه باز دوام می‌دهیم. درس سیم. این پیام ما را به دیگران رسانید، دیگران بهره برند و شما از پاداش نیک محروم نشوید و در اجرم شریک شوید. برادران گرامی، یک نصیحتی برای خودم و برای شما میکنم که در دین نه زیاده روی کنید، غلو، و نه آنقدر سستی کنید. با دین اسلام دینی میانه هست، میانه روی کنید برادران گرامی. نه مثل آنانی که برای آنها تکفیر بعضی از جاهلان که یک دو کلمه از دین یا که از عقیده میخوانند و دیگه همه عالمانی که یک خطایی میکنند در یگان مسئله همه آنها را تکفیر میکنند. از آنها برحذر باشید برادران گرامی. کسی که عالم را تکفیر میکند، عالمان را، وی قدر دین هم نمیداند، یعنی جرأت در دین الله میکند، یعنی سخن به علم در دین الله میزند. برای همین تکفیر کردنم شرط و شروط دارد. چخلی که ابن تیمیه میگوید باید همون شرط ها تحقیق شوند و همون ممانعتی که برای تکفیر است آنها چی شوند، دور شوند. در اون تکفیر کردن میشود. و نه مثل دیگرانی که در دین سستروی میکنند و چاپلوسی میکنند، در پادشاهان و امیران و دیگران را چاپلوسی کرده، آنها را که آنها از دین با خبرم نیستند و بر ضد دین اسلام مبارزه می‌برند، آنها را ولی امر یا که اولو الامر میگویند یا که امیر المؤمنین میگویند. مثل آنها هم نباشید برادران گرامی. اسلام دین وسطی است. کسی را که الله و رسولش کافر خواندند، پس او را کافر میخوانی. برای همین این یک نصیحتی بود برای شما برادران گرامی. خیلی که مؤلف کتاب میفرماید اعلم رحمك الله، بدان الله تو را ببخشد و مهربانی کند، انه یجب علی کل مسلم و مسلمه. هر آینه، این سخنان مؤلف هستند، هر آینه واجب است برای هر یک مسلمان و هر یک زنی مسلمان دانستنی سه مسئله. واجب است دانستنی سه مسئله و عمل کردن به همانها. یکمی از آنها چی گفت؟ مؤلف میگوید که الاولى ان الله خلقنا، میگوید که یکم چیزی آن از این مسئله ها این چی است؟ این که الله عز و جل هر آینه ما را آفریده است. پس دلیل برای که الله ما را آفریده است از قرآن و عقل میبیاریم. از قرآن چخیلی که الله عز و جل میفرماید در سوره انعام دویم آیت، بسم الله الرحمن الرحیم، هو الذي خلقكم من طین ثم قضى اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. الله عز و جل چی میگوید؟ او کسی است که شما را از گل آفرید، پس او آن اجلی را برای زندگی شما در دنیا قرار داد و اجلی معین نزد اوست. پس با وجود این شما شک و شبهه میکنید. و چخیلی که الله عز و جل میگوید که آفریدگار او است. ولقد خلقناکم ثم صورناکم، سوره آل عمران 11 آیت. ما شما را آفریدیم سپس صورت بندی کردیم. باز الله عز و جل می فرماید که ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، سوره حجر آیت 26. و براستی ما نخستین انسان را از گلی خشکیده همچون سفال گرفته شده بود آفریدیم. یعنی که الله عز و جل بابای آدم را از گل آفرید. و چلی که الله عز و جل باز میگه سوره زمر 62 آیت، الله خالق كل شيء، الله عز و جل آفریدگاری همه چیز است. باز الله میگه در سوره صافات والله خلقكم وما تعملون، الله عز و جل شما را آفریده است و آن چیزی که شما آن عملی که انجام میدهید او را هم آفریده است. باز الله میگه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما نه آفریدیم انسیان و جنیان را مگر برای عبادت. اما دلیلی که عقلی هست که الله عز و جل انسانیت را آفریده است. چخلی که الله عز و جل میفرماید ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، سوره تور آیت 35. چخلی که الله میگه درباره اینکه آیا انسانیت را از عدم، از نیستی آفریده شده است. الله میگه آیا ایشان همینجوری از عدم سر برآورده‌اند و بدون هیچ گونه خالقی آفریده شده‌اند، و یا اینکه خودشان خیشتن را آفریده اند و خودشان آفریدگارند؟ این
همچون یک سرزنشی است برای آدمیزاد که الله برای آنها مثال میزند که آیا انسان نفس خود را آفریده است؟ برای چی؟ برای آنه که پیش از وجود انسان او نیستی بود، نبود و نیستی عدم این چیزی نیست. یگان نیستی و عدم یگان سه نمی آفرد و پدرت و مادرت یگان کس را آفریده است و تو ناگهان به این دنیا صدفه نآمده‌ای به یگان پیداگر، به یگان خالق. برای چی؟ برای هر یک رویداد می شود باید اون رویداد یگان کس کرده باشد امو کاره. برای چی؟ برای وجود داشتن همین مخلوقات به یک نظام است، به یک سیستم و نظام خیلی دقیقی است و یک طریقه ساخته شده است که و یک نظامی خیلی دقیقی است و این هرگز تصادفاً نآمده است. اگر تصادفاً که میبود با این دقیقی و با این نازکی نبود، اگر که صدفه میشد تصادف میشد. ولی این آسمان های بی ستون، کوها، زمین و آسمان و آدمیزاد و حیوانات و پرنده در بالا میپرد و همه این دلالت به چی میکند؟ به خالقی که او را آفریده است. او خالق یگانه است و به همه قادر است. خالی که الله عز و جل میگه سوره اعراف آیه 54 الا له الخلق والامر. آیا برای او خلق نیست؟ یعنی که او آفریده است. او برای او آفرینش، او دارای آفرینش است و او دارای امر است که امر میکند. یگان کس از مخلوقان انکار نکرده است که همین هستی را، یگان کسی انکار نکرد که همین هستی هست، آسمان و زمین چیزی است، اینا غیر الله یگان کس دیگر آفریده باشد، مگر به صفتی چی؟ به صفتی کبر ورزیدن، چلی که فرعون کبر می‌ورزید. و هنگامی که جبیر ابن مطعم رضی الله عنه شنید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوره تور را میخواند، تور بعد همین آیت رسید که الله میگوید ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون. وقتی که آیت خواند جبیر ابن مطعم گفت که همون روز جبیر ابن مطعم مشرک بود. چی گفت که وقتی امی آیت پیغمبر خان صلی الله علیه و سلم دلی من قریب که از جایش می برآمد و می پرید و همون وقت اولین وقتی بود که در دل من ایمان در آمد و جای گرفت در دل من از همین آیت خواندگیش. این آیت گفتیم ترجمهش کردیم، گفتیم الله با آنها میگوید آیا آنها بدون هیچ گونه خالق آفریده شده‌اند یا که خودشان آفریدگارند یا اینکه آنان آسمان ها و زمین را آفریده اند بلکه ایشان طالب یقین نیستند. آیا گنجینه ها یا که خزینه های پروردگارت نزد ایشان و در اختیار آنان است تا هر گونه که بخواهند قضاوت کنند یا اینکه ایشان بر همه چیز جهان سیطرت دارند، دارایی دارند. خلاصه وقتی که همین آیات را خواند جبیر ابن مطعم در دلش ایمان وارد شد. خلاصه دلیل بسیار است و سخن کوتاه. در مسئله دوم که میگوید که یکم مسئله گفتیم که الله ما را آفریده است، دوم مسئله و رزقنا و ما را رزق میدهد. در این مسئله از کتاب و سنت و از عقل برای شما دلیل میاریم. خیلی که الله عز و جل میگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. سوره زاریات آیت 58 زیرا الله است آن روزیرسانی نیرومند استوار. باز الله عز و جل میفرماید در سوره سبع آیت 24 قل من یرزقکم من السماوات والارض قل الله. بگو که شما را از آسمان ها و زمین کی رزق میدهد؟ روزیرسان شما کیست؟ بگو الله. اما از سنت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم که حدیث پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم وقتی که جنین در شکم مادرش است و الله عز و جل فرشته را میفرستاند و با 4 چیز در شکم مادرش بعدی 4 ماه می شود کودک، ملائکه 4 چیز را می نویسد، رزق او را می نویسد و اجلش را و عملش را و آیا او نیکبخت است یا که بدبخت است. اما دلیل عقلی که الله عز و جل ما را رزق می دهد که الله عز و جل ما زندگی به سر نمیبریم مگر بچی با طعام و شراب. الله عز و جل طعام و شراب را آفریده است. خیلی که الله عز و جل میفرماید افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
رزق ما، طعام ما، شراب ما از جانب الله است. الله چی میگوید؟ آیا آنچه را که میکارید دیده اید، آیا شما آن را میرویانید یا ما رویاننده ای آنیم؟ اگر بخواهیم آن را خار و خاشاک میگردانیم. پس شما از روی تعجب میگویید ما زیان دیده ایم، بلکه محروم و بدبختیم. آیا آب را که می نوشید دیده اید؟ آیا شما آن را از ابر باران فرو آورده اید یا ما فرو فرستاننده ایم؟ اگر بخواهیم آن را شور و تلخ میگردانیم. پس چرا سپاسگزاری نمی کنید؟ بینید که الله عز و جل حتی آب را برای ما الله میفراد، حتی سبزیجات و رستنی ها را الله برای ما میریاند. پس ما باید او را شکرگزاری کنیم. باز مؤلف میگوید ولم یترکنا هملا. آیا الله عز و جل ما را آفریده است به یگان مقصد و غرضی؟ بیهوده آفریده است؟ نه، هرگز ما را بیهوده آفریده است. خیلی که الله عز و جل می فرماید افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو. سوره مؤمنون آیه 115 تا 116. الله میگوید که آیا میپندارید که ما شما را بیهوده آفریده ایم و شما به سوی ما بازگردانیده نمیشوید؟ پس برتر اوست خداوندی که فرمان روایی حق اوست، معبودی بر حق جز او نیست. او پروردگاری عرشی گران قدر و گرامی است. اما از روی عقل اگر بگیریم، یعنی که الله عز و جل همین وجود داشتنی همین بشریت یا که انسانیت لذت زندگی را برد، مثل که لذت زندگی را حیوان ها میبرند، پس بمیرد به یگان رستاخیز، به یگان حساب و کتاب، یعنی که مثل حیوان ها خورد و گشت و مرد و رفت، به یگان اساس، به یگان حساب و کتاب روز قیامت. این کاری است که لایق نیست با اون حکمتی که الله آفریده است که انسانیت. ولی الله عز و جل نه انسانیت و بشریت برای همین بیهودگی آفریده است، نه، و امکان ناپذیر است که الله عز و جل همین انسانیت آفرد و برای آنها رسولان فرستاد و برای مسلمانان و رسولان خون اون انسانایی که بر رسولان الله و رسولش مبارزه برند خون آنها را حلال شمارد و در آخر بیگان یعنی بیهوده آفریده باشد. این امکان ناپذیر است برای حکمت الله. الله وقتی که می آفرد، پس آفرینش الله برای یک غرض و مقصدی هست که اون غرض و مقصد عبادت هست که الله آفریده است ما را اساسا برای چی؟ برای عبادت خود، برای سنجش. این دنیا دنیای سنجش است، نه دنیایی که الله ما را آفریده باشد بیهوده زندگی به سر بریم، کیف و صفا کنیم، بمیریم مثل حیوان ها، دیگر حساب کتاب نباشد. نه، این خیلی غلطی بزرگی است. باز مؤلف میگوید و الله برای ما فرستادگان فرستاد، رسولان و پیغمبران فرستاد که ما را برای راست دعوت کنند. اینقدر پیغمبران و اینقدر برای هر یک امت پیغمبر فرستاد، یعنی که الله عز و جل برای ما، برای امت ما محمد صلی الله علیه و سلم فرستاد همچون رسول که برای ما آیاتای او را میخواند، پاک میسازد و ما را کتاب الله را و سنت خود را برای ما میآموزاند. خیلی که به دیگران پیش از ما الله عز و جل فرستاده بود. و خیلی که الله میگه و این من امت الا خلا فیها نذیر. سوره فاطر الله میفرماید که و هر امتی در گذشته بیم دهنده داشته است، یعنی که الله برای هر یک امت بیم دهنده فرستاده است که آنها را بیم بدهد از عذاب الله و آنها را مژده دهد به آنچه که الله برای آنها، برای کسی که فرمان برداری میکند، برای آنها نیکی ها و بهشت وعده داده است. برای چی؟ برای چی رسولان را فرستاد؟ برای که الله عز و جل فرستادگانی که فرستاد برای خلقش، برای برپا کردن حجت که الله را عبادت کنند به آنچه که الله دوست می‌دارد و از آنچه که راضی می‌گردد. چرا که الله عز و جل می‌فرماید که و رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. الله میگوید که ما پیامبران را فرستادیم تا مؤمنان را به ثواب مژده دهند و کافران را به عقاب و مجازات بیم دهنده باشند. بعد از آمدن پیغمبران حجت و دلیل بر الله برای مردمان باقی نماند و نگویند که اگر پیغمبری به سوی ما میفرستادی ایمان می آوردیم و راه طاعت و عبادت در پیش می گرفتیم و الله شکست ناپذیر و حکیم است. ما الله را نمیتوانیم پرستیدن به اون راهی که الله دوست می دارد و می خواهد و راضی است از ما
مگر به واسطه رسولانی که برای ما میفرستاند و اون رسولان و پیغمبران برای ما بیان میکنند آنچه که الله دوست می‌دارد و راضی میشود و آنچه که ما را به الله نزدیک میکند. همه این الله عز و جل به واسطه رسولان برای ما میفرستاند که رسولان برای ما فهمانند و تعلیم دهند و آموزانند. پس مؤلف کتاب میفرماید که فمن اطاعه دخل الجنه. مؤلف میگوید که کسی که الله اطاعت کرد وارد بهش می شود. این حقیقت است، حقیقتی که الله در قرآن میگوید و در پیغمبر در سنت میگوید. خیلی که الله میگوید و اطیعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. از الله و پیامبر اطاعت کنید تا که در دنیا و آخرت مورد رحمت و مرحمت الله قرار گیرید و با انجام اعمال شایسته به سوی آمرزش پروردگارتان و بهشت بشتابید از جانب پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن به اندازه آسمان ها و زمین است و برای پرهیزکاران آماده شده است. الله عز و جل باز چی میگه؟ و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. کسی که الله و رسولش را اطاعت میکند و از الله بیم و ترس دارد، پس او و از زمره آنانی که رستگار و کامیاب شدگان هستند. باز الله عز و جل چی میگوید؟ و من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفیقا. سوره نساء آیت 69. و کسانی که از الله و پیامبر با تسلیم در برابر فرمان آنان و رضا به حکم ایشان اطاعت کنند، او روز رستاخیز به بهشت رود و همراه و همنشین کسانی خواهد بود که مقربان درگاهند و خداوند بدیشان نعمت ای هدایت داده است و آنها را مشمول طاق خود نموده است و بزرگواری خیش را بر آنان تمام کرده است. اون مقربانی که او همدمشان خواهد بود عبارتند از پیغمبران و راست روان و راستگویانی که پیغمبران را تصدیق کردند و بر راه آنان رفتند و شهیدان یعنی آنانی که خود را در راه الله فدا کردند و شایستگان یعنی سایری بندگانی که درون و بیرونشان به زیور طاعت و عبادت آراسته شد و آنان چه اندازه دوستانی خوبی هستند. خلاصه کسی که الله و رسول اطاعت کرد پس او شایسته و سزاوار بهشت می شود، شایسته و سزاوار همه خوبی ها و نیکی ها می شود روز قیامت و در دنیا هم. و خیلی مؤلف کتاب میفرماید و من عصاه دخل النار، در مقابل آنی که اطاعت کرد و کسی که نافرمان روایی کرد الله را پس وارد دوزخ می شود. و دلیل قول الله إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الله چی میگوید؟ ای اهل مکه، ما پیامبر را به سوی شما فرستاده ایم که در روز قیامت گواهی بر شما است، ای بر شما گواهی میدهد و همان گونه که به سوی فرعون پیغمبر را فرستادیم. پس فرعون چیکار کرد؟ فرعون به آن پیامبر به مخالفت برخاست، بر ضد او مخالفت کرد و ما هم او را به سختی فرو گرفتیم و به مجازات شدید گرفتار ساختیم، ای به دوزخ در آوردیم. برای همین پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله می‌فرماید که هر یک از امت من وارد بهشت می شود مگر آن کسی که رد کند. بعد صحابگان گفت کی رد میکند ای رسول اکرم؟ پیغمبر چی گفت؟ حدیث در بخاری است. پیغمبر گفت که کسی که مرا اطاعت کرد، پیروی کرد، فرمان برداری کرد وارد بهشت می شود و کسی که نافرمان روایی کرد، مخالفت امر من کرد پس وارد دوزخ می شود. باز الله چی میگوید در سوره جن؟ و من یعص الله و رسوله فإن له نار جهنم خالدین فیها
ابدا. کسی که نافرمان روایی میکند الله را و فرستاده او را، هر آینه برای او آتش جهنم، آتش دوزخ است و او در اون آتش دوزخ ابدی است. برای همین انسان باید به حکم الله و رسول پیروی کند که خود را و جسم بدن خود را از آتش دوزخ رها کند. باز مؤلف کتاب میفرماید که دوم ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبی مرسل. مؤلف کتاب میگوید که الله عز و جل خشنود و راضی نمی شود که کسی برای او در عبادتش شرک ورزد. کسی نباشد، خواه فرشته مقرب باشد و خواه پیغمبری فرستاده باشد. یعنی الله راضی نمی شود که یک کس به الله در عبادتش شریک ورزد، حتی اگر فرشته اش را، حتی اگر پیغمبرش را الله از او راضی نمی شود، او را نمی بخشد و او دوزخ می دراید. الله چی میگه؟ و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. سوره جن 18 آیه. هر آینه مسجدها برای الله هستند، پس در مسجد غیر الله را نخوان، دعا نکن، غیر الله را عبادت مکن. دعا کردی الله را دعا کن، عبادت کردی الله را عبادت کن، از غیر الله کسی دیگر را نخوان، عبادت نکن. برای همین برای ما واجب است که ما باید بدانیم، حتمی است که باید بدانیم که الله عز و جل راضی نمی شود که یک کس به او شریک ورزد. او تنها سزاوار و شایسته عبادت است، او تنها معبودی بر حق است که ما او را عبادت کنیم، غیر او دیگر کسی شایسته عبادت نیست. برای همین اگر ما در دعامون باید از تنها از الله پرسیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که اگر کی پرسیدی از الله بپرس، اگر کمک خواستی تنها از الله کمک بخواه و به الله شریک نورز. ای برادر و خواهر، از غیر الله رزق طلب نکن. اولیاء، حتی مؤلف کتاب چی میگه که نه از فرشتگان و نه از پیغمبران فرستاده طلب کن و نه از کسی دیگر و نه از اولیاء، تنها از الله رزق را، فرزند را، مال را، چیزی که میخواهی تنها از الله بخواه، از غیر الله نخواه که این شرک است. شرک در دعا که انسان از دین خارج میشود اگر از غیر الله بپرسد. درس دوام دارد و از دعای که خود ما را فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله.